باز امروز بخیر دوستان عزیز، زنده و سربلند باشید. خیلی چمپیونی ما اینا هر ساعته هر روزه با ما ویدیو روان کردن که خوبه، انشالله که تمریناش هم خوبه، خورد و خوراکش هم خوبه. امروز وزن کشی دارم بگهیده، انشالله که وزن کشی هم برنامه رو میگیرن، من در روان میکنم، من در کانال میمونم. خیلی ختم بینه بچه ها ما اینا در میشه اینا کایتل شد یا ماشینش گرفته داده میشه اینا باید انشالله پریود جیف مونسون اگر نزنه بگون میزنیم شد. جیف مونسون باید زدن در کار انشالله با فضل الله باید زدن در کار. میفوند بریم با جای بر اومده میریم просто چی ماشینمون میریم دوست این خیلی جورت نماینده ایت ما میجاییم بوی دیگریش تقیتیم اگه چمپیونی دیگه بزنه باید میایده انشالله بزنیم خداش خیلی برادر عزیز، جیف مونسون هم مسلمان، شما مسلمان. خیلی خداوند هر دست دست بابا بگردان رو یه هر رسط کنه، میگه بود توجیک بزنه بود دیگه و دیگه بود اون خونه هر ای خونه دیگه که چیمپیون دنیایی هست برادر ما خیلی دوستی که دوستی بود که میتونه سهی هم در وقت درجه دور بودگه همه کسیل فقط اخران نوید با این اختون در همه دیل شد مزیر بزنین در یوتیوب اینترسات کنین، بوی بسیار داره، خیلی هم بریدگه هم بوی دودگه تماشا کنین بو میفهمی. باقی سربلند خانواده باشین. و در آخر چی گفتن این بچه‌ها؟ یعنی برادر ما فیردوس نام داره، در مسکو چندین سالش خیلی مسکو دا کار با فعالیت میکنه، میگه کار دارم، نفرانی که میخوان کار کنن، همین رقمایی که موندگی هم همین برادر ما گفت که یک جدا کار یافتم، اگر نفرانی که بخوان کار کنن این واتساپ ما علاقه داشته باشن، مثلا استا باشن، کارگر باشن، مثلا ایده کار بروین مرامت زنگ بزنن، مثلا گفتم ما خطی میگیرم کار میکنیم یک جا پولش هم خوبه، اینا واتساپشون فعاله، زنگ بزنین مصلحت کنین، نصیحت پیشکی کنین، مثلا گفت خطونگی دگاوری چطور خوشو کنین، کار کنین با سوق سلامت و پیش فرزندکاتون بر بگردین. ببینیم برادر ما در خدمت شما.